از ساخت بیس رو که تموم کردیم. برای فرم‌دهی ریم مندیبل در ناحیه لوکسازو ما باید توجه داشته باشیم که ناحیه کانین تا کانین ما تحلیلش بیشتر در مراحل اولیه تحلیل ریش تو ریش‌های با تحلیل متوسط بیشتر سمت لیبیال هست. تو ناحیه پرمولر این تحلیل تو ارتفاع پرست ریش از تحلیل سمت لیبیال و لینگوال ریج مساوی هست. در ناحیه مولرها تحلیل ما بیشتر مربوط به ناحیه لینگوال میشه. تو این ناحیه بنابراین محل قرارگیری ریم اوکلوژن من تو این ناحیه قدامی یه مقدار لیبیالی نسبت به کرست ریج، در ناحیه پرمولر روی رأس ریج و در ناحیه مولرها یه مقدار با تمایل لینگوالی خواهد. اگر بخوایم معیار عملی به دوستان بدیم ما باید عرض رترومولر پد، 2/3 ارتفاع رترومولر پد و قسمت مرکزی رترومولر پد رو روی کستمون علامت بزنیم. عرضش، ارتفاع 2/3 و مرکز رترومولر. ما مرکز رترومولر پد رو به کرست ریج در ناحیه کانینمون حدوداً وصل میکنیم، امتداد میدیم تا روی کستمون علامت خاصی روی آرت پورشن بیفته. این خطی که هست اینجا شکل میگیره محل قرارگیری شیار مرکزی دندانهای ما خواهد، به عبارتی محل قرارگیری مرکز ریم اوکلوژن ما در ناحیه خلف مندیبل. ریمی رو که آماده کردم با موم و فرم دادم رو میارم و روی سطح ریج طولش رو اداپت میکنم. به طول مورد نظر که رسیدیم میایم و حالا شروع میکنیم به چسبوندن و فرم دادن ریم مندیبل. ریم ما باید توجه داشته باشیم که چه توفک بالا و چه توفک پایین. در قسمت قدامی پهنای ریم ما حداقل هست، تو قسمت خلفی بیشتر. قسمت قدام چیزی حدود 4-5 میلیمتر، پشت 8 میلیمتر، 10 میلیمتر. تو مندیبل هم همین رو داره. این من رو منتقل میکنم به روی بیس هم یه آداپتاسیون اولیه‌ای بهش میدیم، موقعیتش رو حدودی روی ریم مشخص میکنیم و بعد روی بیسمون و بعد شروع میکنیم به چسبوندن ریم اوکلوژن. باز مثل دفعه قبل کامل سطح زیری ریم رو با یه اسپاتولا مومکاری داغ ذوبش میکنیم تا این موم ذوب شده بین بیس و ریم من قرار بگیره، همونجا سرد بشه و اتصال محکمی بین بیس و ریم من برقرار بشه. یکی از شایع‌ترین خطاها به هنگام ساخت بیس و ریم همینه که این بیس و ریم اتصال محکمی به هم ندارن و حین تعیین ساپورت و ثبت رابطه تو دهان و انتقال رابطه با آرتیکولاتور این ریم ما از سطح بیس کنده میشه و خطاهای عجیب و غریب اونجا پیش میاد. بیس رو از روی سطح کستم بلند میکنم تا کستم کثیف نشه. این کست معیار کاری ماست، قراره که در جلوی دیدگان بیمار قرار بگیره. در نتیجه همه کارها باید تمیز و با حداقل کثیف کاری انجام بشه. شروع کنیم باز دوباره همون پله های رو که داشتیم رو به پر کردن.
گریل داره. قسمت قدام میشن فرو بدیم پله‌ای که ممکنه اینجا شکل بگیره رو به حداقل برسونیم و گفتیم که هدف اصلی ما اینه که مرکز ریم روی این خط قرار بگیره که یه مقدار ریممون رو متمایل به لینگوال خواهیم کرد. در این قسمت هم همچنین کوچولو به تمایل لینگوالی ریممون رو بیشتر کنیم. در ناحیه لیبیال وقتی عمود برکست نگاه میکنیم سطح لیبیال ما ماکسیموم تا عمق وستیبول من میتونه جلو بیاد، بیشتر از اون نمیتونه جلوتر قرار بگیره. انتهای ریم من ارتفاعش 2/3 رترومولر پاد خواهد بود. پس این ریم من ارتفاع بسیار بلندی داره. باید ریم رو
کوتاهش کنیم. یه مقدار صبر میکنم ریم مومی ما یه مقدار نرم بشه. تو همین حین فرم اصلی ریم رو تو ناحیه نوترالزوم سعی میکنیم ایجاد کنیم، نگرش داریم تا ایشالله بتونیم که باقی مراحلش هم با کاردک شکل بدیم. سطح لوبیا رو کامل صاف کنیم. اضافات موم رو کامل بتونیم پاک کنیم. هیچ مومی رو سطح بافتی بیس مومی قرار بگیره تا با نشست ریم ما بیس و ریم ما روی کس تداخل نداشته باشه. برای همین نواحی بوردرها رو کامل تمیز میکنیم. در ناحیه لینگوال منظور قرارگیری زمان یک تقعر مختصری هم اونجا داریم. ناحیه لینگوال قدامی رو همینطور. بیسی داریم کنار در ناحیه نوترالزوم راحت قرار میگیره. الان باز این رو توی دهان بیمار ما با توجه به ساپورت لب، تکلم بیمار، زیبایی صورت، همه این قسمت ها رو ریفاین خواهیم کرد و مهم اینه که الان در این مرحله بر اساس معیارهایی که روی کس داریم بتونیم یک بیس و ریم صحیح و دقیق بسازیم. معیارهای روی کستی که داشتیم تو ناحیه قدامی ناحیه پرمولرها بودن که رو کرست ریج بودن. ناحیه حدودی محل شکست قوس که ناحیه کانین هاست. عرض و ارتفاع رترومولر پد برای بیس خلفی ما. تو فک بالا هم که بیس ما روی ریج متمایل به سمت لیبیال به صورتی که وقتی عمودی نگاه میکنیم بیس ما از عمق وستیبول ما نباید بیرون زده تر باشه. منظور اصلاح این ریمی که یه مقدار بیرون زده فرم داده شده، من شروع میکنم یه مقدار سطح لیبیال اینو آروم آروم با یه اسپاتول کم میکنم.